سلام رفقای ناب، محمد رضا تاجیک هستم. به کانال خودتون ناب نابیم خوش اومدید. توی این ویدیو فیلم سینمایی فرپلی بازی منصفانه محصول 2023 آمریکا به کارگردانی و نویسندگی کلوی دوموند رو بررسی میکنیم. این فیلم در مورد رابطه زن و مرد جوانی هستش که هر دو در شرکتی کار میکنن که توی اون شرکت رابطه عاشقانه بین کارمندا ممنوعه و اونا مجبورن رابطهشون رو توی خونه بذارن و بعدش برن سر کار و این روند تا جایی ادامه داره که زن داستان با اینکه جایگاه پایینتری در شرکت مرد داستان داره ترفیع کاری میگیره و بالا دست مرد قرار میگیره و یه رابطه پیچیده تا حد درگیری و انتقام شکل میگیره. تا آخر ویدیو همراه باشید، بریم ببینیم چه خبره. شنیدید میگن با شریک عاطفیتون کار مشترک بسازید یا با کسی رابطه عاطفی بسازید که نقطه مشترک زیادی باهاش دارید؟ این فیلم خلاف این حرفا ثابت میکنه. هر چقدر کار مشترک همزبونی میسازه و مفیده، به نظر این فیلم همونقدر هم نقطه ضعف و تضاد ایجاد میکنه و یه چاقوی دولبه تیزه که اگر یکم غفلت کنیم تمام داشته‌های زندگیمون ازمون میگیره. I love you. But we're breaking company policy. از شخصیت‌های داستان شروع می‌کنیم. فیلم تا سکانس‌های پایانی تنها یه شخصیت مؤنث داره. زن داستان خیلی باهوش نشون داده میشه و همه چیزو میخواد زورکی کنار هم نگه داره. رابطه‌شو، کارشو، خانواده‌شو. با اینکه میدونه این عوامل دارن بهش صدمه میزنن، اما میخواد در هر حالت اونا رو حفظ کنه. از طرفی توی شرکت ضررهای میلیون دلاری رو جبران میکنه و داستان فیلم اونو خیلی باهوش نشون میده. ولی توی همون شرکت بهش تهمتایی مثل زنیکی هرزه رو میزنن، اما با همه استعدادش و هوشش به زور میخواد توی اون شرکت بمونه. توی خونه هم نامزدش باهاش خوب رفتار نمیکنه، اما باز میخواد توی اون رابطه بمونه. خانوادهش به حرفش گوش نمیدن، ولی هر حرفی اونا میزنن رو گوش میده و این تصمیم‌ها با اون هوش و قدرتی که برای این شخصیت توی داستان ساخته شده در تضاده. کلاً تضادهای رفتاری در کل روایت داستان زیاد دیده میشه. مرد داستانم با اینکه همیشه تلاش میکنه و وقت واسه کارش میذاره، از مهمونی و خوشگذرونیش میگذره، کتاب میخونه، متدهای مختلف کاری رو امتحان میکنه، ولی همیشه شکست خورده و بی عرضه نشون داده میشه و نتیجه‌ای توی کارش نمیگیره. اما زن داستان که نامزدشه تا دیر وقت بیرونه و توی بارهای مختلف و عجیب غریب میره و مست میاد خونه، ولی صبح بعدش همیشه تصمیمای درست رو میگیره و برنده داستان هستش. خب این تضاد بیشتر داره میگه ولنگاری کنید و برنده بشید و خیلی تضادهای رفتاری عجیب غریبی توی این فیلم میبینیم. بدون دیدن تیتراژ و با دیدن فقط فیلم کاملا میشه فهمید کارگردان کار یه خانوم هستش. این فیلم واسه مردا شمشیر رو از رو بسته. شخصیت اول مرد داستان، رئیس و معاون شرکت مردای اصلی داستان رو تشکیل میدن که هر سه تاشون هم پلیدن. یعنی یه دونه مرد خوب توی جامعه این داستان وجود نداره. حتی توی جشن نامزدی این زوج که در سکانس‌های پایانی فیلم میبینیم، ما مادر دختر رو میبینیم اما پدری نمیبینیم که خدایی نکرده یه مرد خوب توی این داستان ببینیم و ذوقکی بشیم. و سازنده آگاهانه داره یه جنس خاص از جامعه رو میزنه، با اینکه در کل فیلم و داستان ضربه فیزیکی یا صدمه فیزیکی رو همیشه دختر میزنه و در جشن نامزدی اول زن با بطری توی صورت مرد میزنه و بعد میگه مرد بهش تعرض کرده، مردی که میگه نامزدشه. حتی انتهای فیلم باز با آسیب فیزیکی توسط زن همراه هستش. یه جورایی میخواد نشون بده تا زور نگید و با قدرت حرف نزنید، کسی عذرخواهی نمیکنه ازتون. اما این همه کینه و تنفر واسه چیه؟ چرا زن نیاز به عذرخواهی داره؟ چرا زودتر خودشو از این رابطه های سمی کنار نمیزنه و با قدرت و هوشش به زندگی ادامه نمیده؟ و در آخر هم زمانی که داره با رئیس شرکتش صحبت میکنه دروغ میگه تا باز جایگاهشو حفظ کنه و رئیس هم میگه همه ما کارهای کثیفی میکنیم، فراموش کنه ادامه بده. خب اون قانون ازدواج همکاری چی شد پس؟ اون هوشه
و قدرت دختره چرا فقط توی این شرکت جواب میده و اون توی زندگیش هیچ استفاده و بهره از این هوش نمیتونه ببره. بعد از دیدن این فیلم یاد این افتادم که وقتی توی دانشگاه نظریه‌های فمینیستی رو مطرح می‌کردیم، اکثر بچه‌ها این نظر رو دارن که این موضوع توی جامعه حل شدن و مرد و زن ستیزی دیگه توی جامعه امروز اون معنایی نداره. اما این فیلم چیز دیگه ای رو داره نشون میده. نظر شما چیه؟ مرد ستیزی یا زن ستیزی توی جامعه امروزمون وجود داره؟ He can't keep up. He's not you. Just tell me what's going on here. He's promoting me. Congratulations. برسیم به عوامل کار. توی این فیلم بازیگرا کار خودشون رو خوب انجام دادن. میمیک و حس خوبی رو انتقال میدن. فیبی دنف به عنوان نقش اصلی بازی خودش رو داره خوب انجام میده. اما به نظر من شخصیت مرد داستان با بازی اولن ارینرایک با توجه به شخصیتی که توی فیلم داره بازی بهتری رو ارائه داده و حس بیشتری رو به بیننده انتقال میده. 25 million? What the fuck happened? You're pathetic. What'd you say to me? توی این فیلم حرکت دوربین واقعا لذت بخش بود. چقدر کادر دوربین درست و به داستان کمک میکنه. موسیقی هم همینطور خیلی خوب در کنار داستان هست و به روایت بهتر اون کمک میکنه. تدوین هم خوب صحنه ها رو وصل و جابجا میکنه و میشه گفت عوامل فرعی این فیلم کار خودشون رو خوب انجام دادن. اما نتیجه مهمی که این فیلم برای من داشت و بارها از زبون اساتید مختلف حوزه اقتصاد هم شنیده بودم این بود که در هیچ شرایطی با خانواده و افراد نزدیک زندگیمون نباید وارد مسائل مالی بشیم و حتی کاری، چون مطمئنا اون رابطه عاطفی از بین میره. No, it's just a game. You played very well. Boom. در آخر باید بگم این فیلم برای دفاع از زنان ساخته شده و میخواد نشون بده که زنان جامعه مخصوصا جامعه آمریکا چه دردی رو تحمل میکنن. اگر جنس مؤنث هستید با دیدن این فیلم مسلما اون رو تحسین میکنید و هی آه میکشید و خنده‌های هیستریک میکنید و اگر مذکر باشید با حس خشم و استرس و عصبانیت این فیلم رو دنبال میکنید و از این جهت این فیلم کاملا یه فیلم فمینیستی هستش و پیشنهاد من برای کسایی که هنوز این فیلمو ندیدن اینه که مختلط این فیلمو نبینید، یعنی آقایون جدا ببینن و خانم‌ها هم جدا، چون مطمئنا وسط فیلم و حتی بعد از این فیلم خیلی با هم چالش و بحث یا شاید هم دعوا داشته باشید. جدا در آرامش نتیجه گیری کنید به نظر من خیلی بهتره. اما امتیاز این فیلم، سیستم امتیازدهی نابنابین با فاکتورهایی که تعیین کردیم بین منفی 5 یعنی 5 ستاره قرمز تا مثبت 5 یعنی 5 ستاره طلایی هستش و به این صورت آثار رو از خیلی بد، خوب و عالی تقسیم بندی می‌کنیم و با توجه به تمام مواردی که توی این ویدیو بررسی کردیم امتیازی که به فیلم فرپلی تعلق میگیره 2 ستاره طلایی یعنی مثبت 2 هستش به خاطر بازی‌های خوب، تدوین، دوربین و موسیقی عالی. این نظر من در مورد این فیلم بود. تصمیم دیدن یا ندیدنش با شما. لطفا نظرتون رو در مورد این فیلم و مواردی که توی این ویدیو بررسی کردیم رو توی قسمت کامنت ها بنویسید. با لایکاتون به ما انرژی بدید و اگر هنوز عضو کانال نابنابیم نشدید اون دکمه ساب و زنگوله بغلش رو بزنید و با اشتراک این ویدیو هم میتونید کانال رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا به جمع نابها اضافه بشن. تا ویدیو بعدی ناب و پیروز باشید. نابنابیم.